درود و سلام همدیران مخلصان و دلباختگان باکس. اکنون این قسمت های فینالی روز دوم مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت است که پیشکشی شما میگردد. حالا از کنار سرخ موین خوجا مومینوف اندر رقابت میبراید و در مقابل رقیب قزاقش باید وارد میدان شود. خب این مسابقات دیروز آغاز شده بود. مشتران قزاق، ازبک همچنین از روس و بلاروس و میزبان یعنی ما تاجیکان رو به میدان دلاوری و به همون رنگ آورد. بعد از رقابت های دیروزه امروز قسمت های فینالی معین شدن و اکثرا مشتران ما به قسمت های فینالی برآمدن. حالا اکنون پیشگویی کار مشکل است و امروز خواهیم دید که چگونه از ما برآمد میکنند. نظرت انگاروف رقیب ورزشکار ماست. حالا اولین جفت است که در وزن 48 کیلو میان همدیگر مبارزه میکنند. Я представляю еще раз боксеров первой группы. Весовая категория 28 килограмм. Красному углу боксеру 17 лет. Рост 165 килограмм. Вес 148. Бывший кандидат мастера спорта Республики Таджикистан. Друзья, большой республики. Представитель Республики Таджикистан. حالا منصور مویدینوف داور درجه المپی باکس گفته صدا میبرارد و اولین نبرد یا راوند اول شروع می شود. ورزشکار ما از کنار سرخ است بر مقابل رقیب قزاقش از کنار کبود مبارزه میبرد. قد بلند دارد. نظرت انگاروف ولی با وجود نگاه نکرده موین خوجا مومینوف این بکسیور سوقدی در مقابل ضربه های خوب را به کار میبرد. این ضربه های نخست است که از هر دو جانب برمیخورد. فقط راوند اول است. راوند اول اصلا راوند سنجشی می شود که بیشتر آنها دیگر را می سنجند و بعدا برای ضربه زدن امکان پیدا می کنند. ببینید چگونه حالت ضربه زنی بسیار عالی است و کسی والا در اینجا افضلیتی رو نمی بینیم.
برخورد باز هم قوی تر می شود. سر نو ارو برای یک دیگر بیایند. طریق دست چپ و راست. بسیار تر به هدف رسانیدن ضربه های خود را پیشکش می کنند. این راوند اول است که دو نورس جسور را میان همدیگر آورده است. طریق دست چپ ضربه خوبی مومینوف و همچنین رقیب نیست در روبروی مومینوف همچنین از پهلوها ضربه ها را به کار میبرد. این راوند اول است که چند ثانیه دیگر باقی مانده است و برخورد باز هم قویتر و خوبتر می شود. استاپ صدا میکند منصور محیدینوف و راوند اول جمع بست می شود. حالا نتیجه راوند اول رو خواهیم دید. در راوند اول بجز از یک رفری قزاق دیگر اما رفری قرقیز، ازبک و سعودی ما رو فعال می‌بیند. اینجا دوباره از حالتهای تکرار این نبرد می‌بینیم. میرویم به راوند دویم دوستان عزیز. راوند دویم نیست برخوردش بسیار عالی است. مومینوف در هجوم بسیار چالاک و جسور است. ارگانوف، انگاروف هم برای جواب دادن به ضربه های مومینوف موین خودجه قادری خود را میخواهد نشان دهد. باکس می شود، دوباره ضربه ها به کار می روند. بسیار عالی و چست چالاکی. ببینید ما دائما در هجوم هستیم. مومینوف آفرین ضربه خوب را به کار میبرد. آلات کلینچ از جانب انگاروف. انگاروف هم ضربه های نشان راست دارد، اما مومینوف موین خودجه تلاش دارد که نوبسته از قد پستر نسبت به رقیب در مقابل او بسیار شایسته و نمایی کند.
این ثانیه های آخر است که در میکوبت برای راوند دومی جفتی وزنی 48 کیلو جمع بست می شود. راوند دوم، یک راوند دیگر راوند حل کننده در پیش است. در راوند دوم داوری ازبک نیست، فقط یک داوری دیگر با سود انگاروف نشان میدهد امتیاز را و دیگر داوران و این سمت. خب یک راوند دیگر باقی مانده است. این راوند حل کننده است. باور داریم که در راوند حل کننده مبارزه خوبتر و بهتر می شود، مخصوصا برای مومینوف، تا اینکه موفق گردد. این راوند حل کننده است. قد بلند انگاروف برای مشتن ما مومینوف کمی مشکلی میارد، وگرنه مومینوف بسیار خوب است کارش. بریک میگوید منصور محیدینوف و آنها را از سر نو رو برو می سازد. طریق دست چپ جیب های خوب را با کار انگاروف بردانی است. مومینوف باشد هجوم می کند. برخورد خوبتر و بهتر می گردد اکنون. حالت کلینچ. مومینوف با قامت بلند مبارزه بردند. حالا برای مومینوف انگاروف بسیار تاکتیکای خود رو در راوند سیوم تغییر داد و نسبت به راوندهای پیشتر خوب مبارزه میبرد. حالا طرفدارانش هم پهلوی نشستند که روی نوار هستند. و ببینید چگونه برخوردی قوی تر میان آنها می شود. باید از هم در نروند و در مقابل یکدیگر بسیار فعال باشند. پشت سر ضربه زدن ممنوع است. حالا چند ثانیه دیگر در اختیار دارند و این راوند را میخواهند که پشت سر نمایند. برای چند ثانیه دیگر مبارزه میبرند. اولین وزنی که 48 کیلو است بعد دست آوردن نشان طلایی و این برخورد بسیار هم پر جلو پیشکش شد. اکنون فرصتی آن رسیده است که در اینجا قرار داوران غالب را معین سازند. مومینوف انگاروف.
Итоги первого боя. Раздельным решением судей победу одерживает боксер. بله در اینجا مومنوف موین خوجه نماینده جمهوری تاجیکستان دست بالا می شود و برنده مدال طلای وزن 48 کیلو می گردد. بسیار عالی بود کوراش. به حیث رفیق خورشید رو دعوت کردند و حالا مهران شفیف نماینده شهر دوشنبه است برای قسمت فینالی با رقیب سعودیش عاقلوف دلشاد مبارزه می‌کند. اکنون مبارزه برای به دست آوردن نشان دومی طلای وزن بالاتر وزن 51 کیلو مهران شفیف را بر مقابل دلشاد عاقلوف با هم آورده است. نماینده شهر دوشنبه از کنار سرخ است و عاقلوف دلشاد باشد از کنار کبوت و هم نماینده تاجیکستان ولایت سوخت. حالا نبرد برای به دست آوردن نشان طلای وزن 51 کیلو ادامه دارد.
اولین دیدار، اولین جذابیت شروع شد. شافیف مهران این ورزشکار شهر دوشنبه است. عاقلوف باشد. اوه لحظه زمین افتاد، لغزش بود برای عاقلوف. باز همان ضربه های پای در پای از هر دو جانب روانه می شود. 3 راوند مقرر شده است. هر راوند عبارت از 3 دقیقه است. پای در پای ضربه ها بسیار عالی هستند. سامودین در اینجا پهلو نشسته است و برای شافیف شاگرد خود صدا بلند میکنند. دلشاد دیروز بسیار آنانش عاقلانه بود به مثل نسبش، اما امروز در مقابل شافیف در لحظه های اول کمی کم فعال بود. ببینید پای در پای ضربه های قوی به کار می رود. هر دو بسیار ضربه های خوب رو به کار می برند. چند نوبت دیگر ضربه زدن و راوند اول جان بست کردید. اینجا دلشاد عاقلوف را پیش صف دیدن در راوند اول. راوند دوم پیشکش می شود. حالا در راوند دوم ضربه های نخست رو از هر دو جانب مشتانان با کار می برند و ببینید در اینجا برخورد راوند دوم چگونه شروع گردید. شافیف هم بسیار خوب حرکت می کند با پیش گذاشتن. عاقلوف همچنین برای جوابان با این ضربه ها ضربه زدن و هم قدری خود را میخواد که نشان دهد در رو برای رقیب. عاقلوف خوب کار کرد. ضربه عاقلوف بسیار شایسته و نشان راست بود. اطراف رقیب چرخ میزند. شافیف و عاقلوف باشد از کنار کبود به اون نزدیکتر می شود. هر دو نماینده جمهوری تاجیکستان هستند. نوبت از برد و باخت
نشانه های طلا و نقره در وزن 51 کیلو از ما هستند. سری باران مبارزه بردند. در اینجا رفری صدا میکند تا اینکه آنها با قامت بلندی همدیگر رو برای یکدیگر هستند. ببینید عاقلف هم در برابر رقیب ضربه های خوب دارد. راند دوم قریب که برابری بود. به هر حال ما آخران ضربه های شفیف رو میبینیم و این راند جمع بست می شود. راند حل کننده پیشکش می شود. علی باباجانوف برای تماشای این رقابت ها با حیث سرمربی کنار رنگ نشسته است و او را نظارت می برد. شورولی است. سلسله ضربه ها را ببینید در اینجا خوب با کار می روند. سر بلند ضربه زدن جو اصلیت داده می شود. عاقلف هم اکنون با قد بلندش فعال می شود در راند سوم. او شفیف را زیر ضربه های خود قرار می دهد. باکس شفیف را برای مقابل عاقلف باز هم نزدیکتر می آورد. حالا برای دقیقه کمتر میان همدیگر مبارزه را باز قوی تر می کنند.
دومین نبرد است که اینجا بخشیاران میان همدیگر با هم میارد. این همین ثانیه های آخران است که برای خود بینامایان صدا می دهد. سامودینم شفیف را حالا اکنون قرار داوران جا مقرر میکند که قوی است. دلشاد عاقلوف در اینجا دست بالا شد از قرار داوران. Ну что, дорогие друзья, позвольте пригласить третью пару сегодняшнего вечера. Бой пройдет по правилам 3 раунда по 3 минуты. Весовая категория 54 килограмма. Рефери Абдуллаев Куршиев. В красном отмечается боксер из Узбекистана. Представляет Узбекистан, мастер спорта по боксу, призер чемпионата мира Польши. Представитель Советского
اینجا اکنون وزن 58 کیلو است. در وزن 58 کیلو، در وزن 54 کیلو من معذرت میخوام، اولوغبک نورماتوف بر مقابل میراج زویدوف برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه را آغاز کردند. دیروز زویدوف بسیار خوب هنرنمایی کرد، ولی اولوغبک نورماتوف هم با قد و قامت بلند این ورزشکار ازبکستان بسیار هم خوب می درخشد. حالا ببینید چگونه ضربه های خوب و نشانه های بسیار عالی را پیشه میگیرد. این ورزشکار ازبک قد بلند دارد و برای ضربه زدن بسیار هم قادر و توانا است. زویدوف را به تنفس ضربه میزند که این ضربه های امتیاز میارد برای اولوغبک نورماتوف گشته برگشته از کنار سرخ فاصله میگیرد. در فاصله نزدیک و در فاصله دورتر مشتان خود را به هدف میرساند. طریق دست چپ و راست ضربه های قوی برای زویدوف لازم است که نزدیک بیاید تا همچنین زیر مشتان رقیب قرار نگیرد. اولوغبک با این قد و قامت افضلیت دارد. زویدوف را کنار میبرد و در کنار زیر مشتان قرار میدهد. زویدوف باشد طریق دست چپ بعضن هوک و ضربه های جیبی را هم یک به هدف میرساند. ولی اولوغبک که پیوسته در هجوم است، و این هجوم ها راوند اول شاید او را پیش صف گردانیده باشد. در دفاع هم خوب است. ببینید اولوغبک را یک ضربه پشت سر بود، همچنین ضربه پشت سر از هر دو جانب. برای چند ثانیه دیگر مبارزه بردن در اینجا. این لحظه بود برخورد مشتانان. خب ما منتظر هستیم که در اینجا نتیجه از دور اول را پیشکش ما گردانند و ما خواهیم دید که در این نبردها کی پیشرفت بود. حالا برای پخش نمودن از جالبیت این نبرد پیشکش می‌گردد. الکی راوند دویم را آغاز کردند. حاجت برای نمایش دادن فرصت نشد و زویدوف از کنار کبود نماینده جمهوری تاجیکستان این بکسور سوغدی بر مقابل رقیبش اولوغبک نورماتوف ازبکستان از کنار سرخ دست پوشک های سرخ ببر کرده است. بسیار یک برخورد ضربه جانکاه بود. شدیدتر بشود این نبرد. اولوغبک دائما در هجوم و پیوسته در دفاع است. زویدوف باشد نه فکر میکنم برای قادر بودن و بر مقابل اولوغبک است که دائما ضربه های خود را به هدف میرساند. زویدوف را
مشکل است، کمی مشکل است برای زویدوف. حالا در راند دوم فعالی یک زویدوف هم فعال می شود. آن اکنون زویدوف هم ضربه های خود را یک به هدف رساند، ولی دفاعی اولوغبک نورمات فعالی تر است. اولوغبک رقیب را سر اول فهم میدهد و بعدا به هجوم میگذرد. حالا اولوغبک رو ببینید دیگر دفاع نمیکند خود را و از خود باوری دارد که مشتون رقیب نمیرسد و نبرد ادامه مییابد. پای در پای ضربه ها به نشان می رسد. یکی از دیگری در اینجا پیش می گرفت و اکنون در این نبرد بسیار هم قوی اولوغبک بسیار ضربه های قوی داشت. از اول بیشتر و بهتر کار میکرد و این راوند جنبستی است، راوند سیوم است که برای زویدوف لازم است که چی هنری که دارد در اینجا باید نشان دهد، وگرنه با این شکل و شیوه بوکس رو با باخت دارد. اوهو ببینید دایما اولوغبک رقیب را نشان میگیرد و این نشانگیری بسیار خطرناک است برای زویدوف. افضلیت میبینیم در اینجا برای اولوغبک نورماتوف. در چند ضربه دیگر برای دقیقه بیشتر حرکت ها را میبینیم. میراج زویدوف نماینده ولایت سوب دیروز نبرد کرد. نماینده شهر دوشنبه رو شکست داد و به قسمت فینالی برآمد. همچنین اولوغبک نیز دیروز در قسمت نیم نهایی با شکست رقیب شهر دوشنبهش به قسمت فینالی امروز برآمد. اما امروز فرقیت زویدوف کم فعال است، نورماتوف پیوسته
او را زیر ضربه های سنگین خود قرار میدهد. 1 دقیقه دیگر در اختیار دارند. برای گذراندن دقیقه فکر میکنم هنر شایسته بازی است. مبارزه همان ادامه دارد. از هر دو جانب برخورد می شود. حالا پیوسته ضربه ها با کار می روند. این بانگی آخران بود برای رقابت زده می شد. اکنون باقی مانده است که در اینجا قرار را برآورند و غالب را اعلان نمایند. برای زایدوف مشکل است دست بالا گردیدن و به هر حال ما منتظر می شویم. اکنون منتظریم در اینجا صدا را بلند بردارند و قرار داوران را اعلان نمایند. اوه فارین اینجا میراج زایدوف را غالب دانستند و همین طریق برنده مدال طلا گردید. اکنون همدیران عزیز می رویم به شرح نبرد وزن 63 و 15 کیلو. اینجا برای به دست آوردن نشان طلا ابو مطالب یوسپوف نماینده جمهوری تاجیکستان از کنار سرخ بر مقابل حسن اورازالیف نماینده جمهوری ازبکستان از کنار کبوت مبارزه میبرند برای به دست آوردن نشان طلا. رقابت حال حاضر شروع گردید و پیش از این یک صدای بسیار هم شنوا از تالار بود در اینجا که ورزشکاران را معرفی میکردن، هرچند که قدر فهمو نبود ولی مهم در اینجا آشنایی یعنی شناسایی بود. این نبرد برای به دست آوردن نشان طلا شروع شده است و اولین ضربه های این وزن 63 و 15 کیلو به مقابل یکدیگر روانه میشوند. ورزشکار ما از کنار سرخ است، نسبت به رقیب قدش پستر می باشد و حسن باشد اورازالیف نماینده ازبکستان است که با دست پوشک های کبود از کنار کبود مقابل ابو مطالب یوسپوف سوغدی مشزن مبارزه می برند. حالا یوسپوف هم با قدر با دستان کوتاه‌تر کوشش میکند که اورازالیف را زیر مشتان قرار دهد، ولی مشتزنان ازبک بسیار قد بلند و دست دراز هستند. اوه فارین برای یوسپوف هم که یک ضربه قوی خود را ضربه جیبی بود که به هدف رسانید.
عالی‌تر و ضربه های نشان راست است بر مقابل یکدیگر. بوکس برای چند ثانیه دیگر در راند اول. اینجا ستاره بوکس جهان حضور دارد. اینجا نبرد شروع شد. دوستان عزیز، رقابت هایی که اینجا برای به دست آوردن نشان طلای وزن 63 و 5 ببینید چگونه است. لازم است برای یوسوپوف که در دفاع قوی تر باشد، که چون که اینجا دستان دراز اورازالیف بسیار قوی هستند و میتواند که هر یک ضربه نشان راست باشد. رفته چند ضربه دیگری نشان راست را به کار میبرند. افتیدن در زمین برای یوسوپوف. حالا دوباره او را واپا میخیزاند و بر مقابل رقیب سرسخت خویش اورازالیف اصلا مبارزه میبرد. مکتب بوکس رو دیروز ما ترغیب کرده بودیم از آنهایی که 2016 هم با به دست آوردن نشانه های طلا و نقره و برنجی در بازی های المپی در تاریخ بوکس جهان درخشیده بود. شروع سال 2016 هم بعدا مکتب قبلا که پرقوتر بود و بعدا پرزورتر شد. با گذشت 5 سال 4 سال از بازی های المپی بود، یک سال دیگر توقف بود که سال 2021 بازی های توکیو برگزار شدن و منتخب ازبکستان در بوکس فقط میان سنگین وزن ها نشان طلا یا قهرمان برآورد. حالا همین قد بلند بکسوران ازبک و مکتب بزرگ بوکس خیلی رشد کرده است. در ما هم بوکس رشد کرده است، مخصوصا پای در پای اون مسابقات سطح بین المللی از جمله همین بوکس بین المللی که در شهر خوجند است از رشد و رونق بوکس خبر میدهد. خب اکنون راند نوبتی جنبش کردید و این اورازالیف بود و بر مقابل یوسوفی که از کنار سرخ است. کارشناسی کوباگی در پهلوی
علی باباجانов سرمربی منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته بوکس روی نوار بود. شرکت مهمان فخری لبدوف دینیس هم این مسابقات را باز هم زیباتر میگردانند. مهم در اینجا مخلص نیست، به قدر شکوه و شامتی که در این مسابقات است، ولی تالار بزرگ تیهی است. یگانه شاید ترغیب و تشویق خوب نشده است، وگرنه این بوکس بسیار خوب برگزار میگردد. بسیار یک شکل زیبا و یک ورزشکاران خوب هم دعوت شدند. میرویم اکنون دوستان عزیز به راوند حل کننده، راوندی که غالب وزن 63 و 15 کیلو را مقرر خواهد کرد. بوکس شامل به بازی‌های المپی است و تشریفی حتی رهبر فدراسیون جهانی بوکس عمر کریملیوف و پذیرفتنی و از جانب پیشروی معظم یک تکان جدی بخشید به بوکس تاجیک. و برای این باید مربیان ورزشکاران پهلو با پهلو ایستاده تمرین نمایند، مشق کنند. مربیان برای شاگردان درس دهند، تمرین های نو دهند. همچنین ترغیب و تشویقی و سطح بلند رود، چون که رهبریت فدراسیون جدید مخصوصا رهبر فدراسیون برای رشد و رونق بوکس چی کارهای را آماده هستند برای این نمود انجام دهند. آفرین. یا کارشناسان لازم هستند که تا بوکس را پیش برند. بوکس میگوید رفری و ادامه نبرد برخورد 63 و 15 کیلوها میان دیگر یوسپوف ابو مطالب بر مقابل حسن اورازالیف تاجیکستان و ازبکستان است. اوهو، نکداون اول را برای مشتن سوقدی یوسپوف ابو مطالب دانستند و این باید خوب مبارزه برد. بار دوم است که به حالت نیمهوشی می رود. یوسپوف صد افسوس و این افسریت می آورد برای اورازالیف. استاپ. افسوس که نماینده ولایت سوخت ابو مطالب یوسپوف در مقابل حسن اورازالیف قوی بودن نتونست. حسن اورازالیف Position 3,
وزن 67 کیلو پیشکش می شود. از کنار سرخ نماینده جمهوری تاجیکستان محمد اقبال جمعه‌زاده است بر مقابل ایلیا کالینین مبارزه می برد. نماینده جمهوری قزاقستان کالینین است. نبرد راوند اول شروع شد و حال حاضر دوار اشاره بر باکس کرد. از هر دو جانب ضربه زنی آغاز شده است. بسیار قوی ضربه میزنند. اینجا جمعه‌زاده حالا ضربه های رقیب رو قبول میکند. کالینین بسیار عالی است کارش. ببینید شتاب ندارد و هر لحظه برای دفاع خود را خوب و شایسته نشان میدهد. اینجا سرعتناکی رو طلبگار است جمعه‌زاده محمد اقبال که در تن لباس محکم افرو ببر کرده است. از کنار سرخ طریق دست چپ ضربه های یکی خود را قزاق پهلوان قزاق بخشیار به هدف میرساند. او بسیار آرام است. ببینید هیچ شتاب ندارد و من در نظر دارم شتاب نداشتن کالینین است. فکر میکنم برای محمد اقبال جمعه‌زاده نبرد در مقابل رقیب کاردان کمی مشکل بود. راوند اول جمع بست شد. در راوند اول البته مبارزه میان آنها با شور و شوق میرفت، چی جمعه‌زاده چی کالینین، و اکثرا از کنار کبود کالینین ایلیا در هجوم بود. حالا دوباره برای پخش این لحظه ها از نبرد کالینین بر مقابل محمد اقبال پیشکش ما و شما میگردد. میرویم اکنون با تماشای راوند دوم. ضربه های پای در پای از جانب دو نفر روانه می شود.
مقابل یکدیگر بسیار شایسته نبرد میبرند. کالینین ضربه میزند و امکانیت خوب را باید محمد اقبال نیز به دست بیارد. باز هم جمعزاده در دفاع است. با پررگی ورزشکار ما در دفاع بود و حالا اکنون یک برای جوابان ضربه ها گرداندن مقابل رقیب می رود. راوند دویم هم جنباز کردید. اکنون یک راوند دیگر در پیش است. این راوند حل کننده محسوب می شود و باید چه هنری که دارد محمد اقبال جمعزاده مبارزه برد. این راوند حل کننده است. راوند است که باید برای جمعزاده لازم است که هرچی بیشتر قوازمایی کند و دیگر دفاع نکند. بس از دفاع باید به هجوم رود. حالا چند ضربه دیگر، چند برخورد دیگر. اوه، طریق ضربه های پیش در پیچ خویش کالینین ورزشکار ما را در یک حالت مشکل می آورد. مشکل بود قسمت های فینالی، مخصوصا برای هم
Yusupov ham Jumazoda. برگشت زودتر میشود. ببینید حالا بیست کالینین جومازاده را زیر ضربه های خود قرار میده و در وزن 67 کیلو والا اکنون قرار داوران درباره غالب این نبرد هم اعلان می شود. منتظر میشه. از اول نبرد معلوم بود که با همین شکل و شیوه می رود. جفت جدید به رینگ دعوت خواهد شد. Продолжает наше соревнование по боксу. Следующая пара костюмов. Высокая
ناصر عظیموف رفر مرکز اکنون برای جفتی وزن 80 کیلو حالا بوکس گفته صدا کرد. وزن 80 کیلو رو دو نماینده جمهوری تاجیکستان از کنار سرخ قیوموف زمیربک نماینده شهر دوشنبه بر مقابل ایتوف شهباز ایتوف دستاوردهایش زیادتر است، تجربهش زیادتر است. زمیربک قیوموف باشد اکنون با عالم بوکسی فینالی نام برای مشکل است. حالا قبول میکند چند ضربه رقیب را. ایتوف بسیار کارش عالی است. دائما شهباز زمیربک قیوموف را زیر مشتان پر قدرت خیش قرار میدهد. قد دراز شهباز، قد دراز برعکس حال زمیربک قیوموف هیچ کمک رسانده نمیتواند برای او. اوه این بیست ضربه های پای در پای شهباز. ایتوف خوب بازی میکند. ایتوف اطراف رقیب چرخ میزند و ببینید حالا اینجا نبرتان قوی تر می شود. در راند اول با پررگی ایتوف افضلیت دارد. با این قد و قامت برای قیوموف هیچ امکانی حتی ضربه زدن نیست. بعضا حالت قد و قامت هم برای انسان کمک رساندن نمیتواند. شهباز ایتوف در راند اول خیلی فعال بود. اکنون حالا راند دوم هم شروع شد. حالا ضربه ها از هر دو جانب به هدف می رسد. خوب برای او می فهماند. ایتوف که اینقدر فعال بود راند دوم هر دو به حالت نکداون رفت. نه دستان دراز و قد بلند را به کار میبرد زمیربک قیوموف.
با این قد و قامت باید رقیب را چنان ضربه زند که رقیب هیچ امکان دست بلند برداشتن نداشته. آخر این قد و قامت را ببین، این ضربه های قوی را باید به کار بر. آفرین. حالا زمیربک بعد از سخن ما اکنون او هم به کار آمده است و با یک حرکت های جذابش میخواهد که همون پیشتر حالت را به بار بیارد. آفرین. ایتوفی که تجربهش زیاد است در بوکس. او قادر است. در نظر دارم از کنار سرخ قیوموف زمیربک را قیوموف می تواند اگر همون شکل یا شیوه درست خود را به کار برد. برای قیوموف در فاصله نزدیک کمی مشکل است. او باید فاصله گیرد. آفرین. راوند دوم زمیربک قیوموف را خیلی راه بلد گردانید. حالت نکداون را خواهیم دید. همین نکداون با طریق دست راست و افتیدن بود. ببینید چگونه حالی از جانب زمیربک اجرا شد. عالی بود. اوه قدر مشکل و سنگین بوده است. برای زمیربک صدا می شود. کار باید کرد. شعباس هم به ننگ آمده است بعد از نکداون خورده. زمیربک چون پیشتر همون فاصله میگیرد. اوه حالا راوند سیوم نه، این حالت کلینچ باید با چنین شکل نرود. آفرین. هر دو مبارزه خوب دارن. زمیربک اینقدر ما از قد بلندی نودابروی ولی حالا بسیار فعال شد و حتی افضلیت هم در راوند دوم به سودیو بود. باید قادر باشد با این قد و قامت میتواند که کشور ما را در مسابقه های بین المللی
با چنین ضربه های خود به منفیت ما انجام دهد. بسیار عالی است. چنین مردان قد بلند در بوکس خیلی خوب هستند کارشون. یگانه اشتباه زمیر بکین نشان گرفتن است. اگر اون نشان گیرد با این ضربه های پر قدرت خیش میتواند که رقیب را افتاند. اکنون راوند جنبست شد و حالا قرار داوران را خواهیم دید چی بود. شهباز از برد خود باوری دارد، هرچند که یک بار نکداون رفت این ورزشکار تجربه دار، ولی او را غالب نشان میدهند. عاطف شهباز غالب شد.
این وزن 86 کیلوی بکسیوران قسمت فینالی است. پرویز کریمов از کنار سرخ بر مقابل بهمن رسولوفی کنار کبود مبارزه میبرد. هر دو نماینده شهر دوشنبه هستند. رقابت شروع شد. با ضربه طرفین در راوند اول کریمov مقابل رسولوف. حالا نتیجه ندارن کارشون. فقط میان یک ضربه میزنند و هیچ امتیازی نیست. بسیار آرام را کار میبرند. اوه، نکداون اول را در اینجا داور برای بهمن رسولوف نشان میدهد. قد بلند دارد پرویز کریمov. شاید این قد بلند کمک رسانی او باشد. اوه، بار دوم است که اینجا ضربه های پرویز کریمov حریفش را به حالت ناگواری می‌آورد. راوند اول جنگ بحث می شود. در تالار هم یک مخلصان پیدا می شوند. در این تالار بزرگی که تهی بود. حالا اکنون چون دوره اول کریمov بسیار فعال است.
фикрам дигар мадори набардро надорад. расулов баҳман ва расомуддин ба ӯ роҷият мекунад ки наздаш биёяд. ин бурди расулов аст. Ну что, дорогие друзья, вы получили правильное слово сегодня. Победу одерживает боксер красного ринга Борис